سلام بیننده‌های عزیز، خوشحاله که با شما رو مایم ببینم. کچکلا و را شادکلایم. سوژه امرو ما در رابطه به میست چرخواه باور کنین. خب همین خوندن بشینده میگه یک قدم پس یک قدم پیش، یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین سه چرخ برو ای بر او بر، سه چرخ بالا تایرار پرش، لا 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 لا. خب وقت شما نمیگیرم، ببخشین لالا جان، یک دقیقه اگه شما بیاییم ببخشین، زحمت به شما میشه. و فهمیدیم این ادای از سوژه امرو در رابطه بمینه کلا مونده نباشیم. سلامت باشین. کار داشتین لالا؟ بله خور معرفی داشته باشیم. الی غنبر برا زنبر، غنبر برا زنبر. سوژه امرو ما در رابطه به میست چرخای که سچرخار وارد کردن به مملکت افغانستان که بیاید حداقل به سر می زمین ها بیاید، یک 10 5 تای 20 تای 50 تای هم تا بازار باشه، کسی وری میبری بری مسافر 5 تا 10 تا یا چرخته. شما انال سی میکنی که اصلا سه چرخ باور کنی که چی بگم دیگه، و می جاده که میگه گله سه چرخام فراون. شما چی گفتنی داره؟ تشکر از شما جناب مجلس، واقعا سوژی خوب، سوژی ناب انتخاب کرده. سلامت باشین. باش که ما برارم به شما بگم. خوبه برار جو، شما توهین نکنیم به میست چرخا. چرا؟ کو سه چرخ؟ شما به تعمی شهر سه چرخ میبینی؟ نه همون زر آدم هست که سه چرخه. ایت باور کنین خو اگر شما به اندازه که 100 نفر آدم باشه، شما 200 تا سه چرخ بیشتر دیدیم هرچی ما است میگیم سه چرخ. حداقل باید سه چرخ میگذر باشه به اندازه یک نفر 10 تا سه چرخ. حال فعلا به اندازه یک نفر 5 6 تا سه چرخه. هر دمه که به اندازه یک نفر 10 تا سه چرخ به تعمی شهر بود با شلوغیه، با شلوغ باشه تا شهر کو خوبه. شهر ما و شما بسته همه شلوغه. باور میکنی امیت شلوغ هست خوب که بسته بوغا بوغا گوشا خود پنبه بزنی باز هم دست همی سچرخا ازیر این پنبا همی بوغا سچرخا تیر میشه، گوشا آدم کار میکنه. خوش کمه هم خوش یعنی سچرخا اگر خوش. زنده جون حرکت کنید موتر جلوتر میه یا تو؟ ای تو به شما قبول کنین خوب برارمه این سچرخا به سرعت میان. خوب تو از زنده جون حرکت کو با موتر، رو سچرخ یک ساعت موتر جلوتر میه به شهر. باز خال یک مدل دیگر یاد گرفتن که ایت میگیرن سه چرخ یک بغله میکنن، به بام ایراد میبرم. من چون به کجا میبرم پرش میدم. واقعیت شهر ما و شما خیلی شلوغ شده، خیلی هم مزه میده. بله زبون نداری از بودن که زبون دیشتی ولی با گونگی چه کاره؟ برو یا بسته کن. وای وای هستا هم چیزی هست. تا هم مثل چرخواه کلات مثل کاسی غلطوری شو یک صده بری و تا سر کنه گفا من نیم کاله میگی برو. بیننده های عزیز، کچکلا و را شادکلایم. همراه ما باشین که از یک نفر دیگه میپرسیم. 2 نفر دیگه بمونده ولی ما همراه ما باشین. خوب گپی گلالا گپ گنده گویی نمیفهمه، بی عقلیه. بیننده های عزیز بازم سلام دارم به کنار امیلالایم. انا خور معرفی میکنن کچکلا و را شادکلایم. خور بگیم چی بگو؟ خور بگیم که کینیم معرفی کنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا سعدی برا بعد یک تن سچرخداران معروف شهر ولایت هرات. شما سه چرخ دارید؟ بله. ما برات دمی گپ میگشتیم باور کنیم. بولار جان شما سه چرخ داریم، نام خدا به شهر ما و شما سه چرخ نیه. همون زر باور کنیم آدم نیه که سه چرخه. به نظر شما سه چرخه باید به دیامی بیده که مثلا دیگونی ها مثلا کارهای بری بعد، اما شهر خیلی به هم ریخته، خیلی سرصدای، خیلی تیر شدن میشه از سرکا، دخکل زیاد شده. به نظر شما سه چرخه خیلی نشده؟ ای لالا، به نظر من همین نظر شما که هست نظر اشتباهیه. نظر من اشتباهه؟ بله. اشتباه مثلا؟ نظر من میت نظر ما مثلا نمیگم. شما با خانواده خود چند نفرین؟ ما 10 بله. نفر. چند تا گوشی دارین؟ شاید 10 تا باشه. خب 10 تا سه چرخ نمایین شما. 10 تا سه چرخ. ها ما میشتن ما. برارم سه چرخ به نظر من حالا کمه. سه چرخ باید خیلی باشه، حالا کمه. چیه این سه چرخ؟ خب تا شهر میبینی شما میگین سه چرخ، اینو کنو کمه. مثلا چند باشه؟ امی ولایت هرات نام خدا 5 میلیون نفوس داره نه؟ 5 میلیون نفوس داره. بله. مگر 5 میلیون دونه سه چرخ هم داشته باشه. آها
بلندای عزیز شما گوش کشین برادر چی میگه. بله دیگه سه چرخ اینا کمه. هرات 5 میلیون نفوس داره، 5 میلیون هم سه چرخ داشته باشه. بله اینا چیه که به تا شهر شما اینا میگین خاله شده شهرش رو لخ کرده چیکار کرده فلان کرده. اینا کمنو. راست میگم، پس اشتباه از منه. این نظر شما اشتباهه برادر. خب شما که سه چرخ دارم. چند کار میکنی مثلا تا شما؟ من حالا تا باشون شاید 100 روپیه کنی 100 بشه. خب چرا یک مثلا کم کار میکنه؟ خب به خاطر از اینکه سه چرخ کمه. به این خاطر برادرم. سه چرخ کمه. خب اگه سه چرخ کم باشه خب شما میگن بیشتر کار کنی. خب کم به خاطر اینکه سه چرخ کمه من کمتر کار میکنم. مردم هم دل اینا باش کسته کمیر که سعی میکنن سوار نمیشن. آفرین. آنیته تشکر باشه شما. زنده باشی. سلامت باشی. سلامت باشی. خب جان دیگه گپ چیزی داشتین؟ نه برادرم خداحافظ. بینندای عزیز گردنم بند باشه، دهن از این بوی شیر میده. ای که با پشت سرچرخ بشینم مدگه مگر ما پشت تیاره هلیکوپتر بشینم. وای 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 مادر از این پرسان نمیکنه. برار کلون از این پرسان نمیکنه که تو به چه نادانی به پشت سرچرخ سوار میشی میتونی قانون رانندگی، قانون گشتن چهارراه، گشتن درس را هم میشتن. همراه ما باشه یک نفر دیگه هم هسته. سلام علیکم بیننده‌های عزیز، وقت شما بخیر باشه. کچ کلا برار شاد کلا پلی یک جوان خوش اخلاق به پینک شیشتیم. خب بفرمایید. خود معرفی کنیم برار من. به نام خدا دلدار برار دلبر. دلدار برار دلدار. بله بفرمایید. برار جون ما از این سه چرخه میگیم. بله. داخل بازار کمک سه چرخه بیشتر شده. اگر اینا به نظر شما کمتر باشه بیترتر نیه؟ چی میگی لالا گپ مفیدری؟ به کجا بیشتر شده؟ بمی سه چرخ بمی شهر ما کو سه چرخ. راست. به دمر کوچی خیلی استاد باشه 120 تا سه چرخ استاده خیلیه به نظر تو. نه دم کوچی سر شما چند تایه؟ گردن من بنا 120 تا بالایه. ولی کمه برارمه. 120 تا کرایه میکنه. نه. به یک کوچی که مثلا 100 خونه بشینی یا 200 خونه بشینه 120 تا سه چرخ چیه؟ حداقل به کوچی که 300 خونه باشه مگر 500 دونه سه چرخ هم باشه. بدم کوچه استاد باشه که سویری ببره. ما برارم ادمی قوم خیش، ادمی حق و همسایه، ادمی دوست و رفیق، ادمی راه و راهگذر خواهشمندیم که هم تنها کاری که میکنن سه چرخ بخرم. زمین دارم بفروشم سه چرخ بخرم، سرا دارم بفروشم سه چرخ بخرم، گو دارم بفروشم سه چرخ بخرم، مدت سه چرخ بخرم که سه چرخ وسیله خوبیه. خیلی به پی فایده مانه. براره. مادر شما زنگ دادن که گفتم بریم رختار بشوریم. نه لالا او تمنیه. ما برار عزیزی میگم که سه چرخ خیلی باشه. اون روز برفتم همسر جاده بسادم ما برم به خونه خاله خو. سه چرخ هم 2 دقیقه ایستاد نشده دیدم 10 تا سه چرخ اون بساد. امیگو لالا بیا بالاش به سه چرخ من 20 روپیه بدی، او گفت بالاش به سه چرخ من 10 روپیه بدی. کچه ورکش که کورتی ما برار پاره جو. 20 کرایه 20 که ما سون کرایه دومشون بتا. بس کنی سه چرخ برابر. عزمون رو دل ما داغ افتاده. الهی عزیز شما گوشه شما سه چرخا به سر شما جنجال که ماسکت شما نسبی بکن. اینا را کش کن مر بیبر، این کش کن بیبر، این کش کن بیبر. کورتی ما بیته بگه پاک پاره شد. نسب کورتی ما برم بیبر. خاموش کنی. سوم بگه خاموش کن. سوم بگه خاموش کن. آره ایته. سه چرخ به کجا برو تو میگی سه چرخ. تا کسی شما که پاره شد بکن نسبی و پولم بده. حالا 20 روپیه بی ماشون کرایه کنم چون 20 ما کدوم سه چرخ وند ودیش برا. خیر بی نگمور بیاره بعد ما خیلی خوشحال میشم. از امروز بنده دل ما عقدیه که 20 ما گم شو. به دست کدوم سه چرخ وند بفتم. چوب که من گپ میزنه دیگه تکسر آرد میکنی. نادون مرجخ کدی بیا اینجا من شوجی دارم از ما بپرسی. حالا با میگی برو. تو زاد و ولد و نفته کنه ویری خود معرفی میکنی آخه اینجا تلویزیونی برا. لالا ما درد خود گفتم خوش نیمه درد دل تو به خیر خوشی خوب نشه. کاش تو نگاه کن. فقط فیلی فهمو میاد کلی کندی تو به خواب سه. بیننده‌های عزیز آدم به تمام شهرم گزارش بپرسن آدم پر میکنه. تشکر باشه از شما. خدا کنه که تا این لحظه خوشتیر شده باشه برای شما. تا به هفته بعد خدا نگهدار شما. کچکولا برار شادکولا برنامه باند گله.